دوستای بسیار عزیزم سلام عرض میکنم. شفیع عیار هستم. یک بار دیگه شما را به برنامه امروز خود خوش آمد میگم. برنامه امروز ما در سر دو شاعر افغانستان، یکی مخفی بدخشی و یکی محجوب هروی است. البته این بر حسب تصادف شد. یک آقای به نام دکتر شعیب مجددی برای ما ایمیل کرد یک نوشته را که اینا در مورد عزیز شاعر خوب ما کرده بودن. ما ایمیل اما یک توجه سطحی کردم، اما یخن ما را گرفت و کش کرد، مثل از این که یک قرضدار بسیار ظالم یخن مقروضه بگیره. ما به زودی متوجه شدم که از هر چیز دیگه که شاید مهم است که ما در سر عزیز شاعر گپ بزنم. دو شاعری که اصلا جز نامشان ما حتی یک کلمه هم از شعرشان خبر نداشتم، تنها به حیث دو نام، به حیث دو شاعر از زبانها شنیده بودم. هنوز هم ما خجالت نمیکشم که چرا در مورد از یا نمیفهمیدم، اما خوشحال هستم که فهمیدم. آقای شعیب مجددی اما آقای است که دمو پنل 5 نفری با آقای ستاره سیرت شده بودن و امو 18 جمع 18 را در فی ساعت 24 ساعت کشیده بودن و ما چندین نفس از اون مسخره‌گری کردم. اما آقای شعیب مجددی، ما از شما عمیقاً سپاسگزار هستم که می ایمیل به ما رایی کردین و نه تنها که نظر مرا در مورد خود تا اندازه زیاد تغییر دادین، بلکه به ما دو کس بسیار خوب معرفی کردین. چرا ما عجله کردم که را شامل برنامه امروز خود بسازم یا برنامه امروزم در امی مورد باشه؟ به خاطر که در امی 2-3 هفته ما برنامه های داشتم که پای هم در مورد حقوق زن بود، در مورد زن بود، در مورد شرایط ناهنجار امروز افغانستان، در مورد آقای ظاهر دایی، سیمین اومد، آقای عزیز مفلحی که میگفت زن در خانه حبس چون میکنی با این خاطری نفقه سرت حق داره، اگه بی گفتی کرد باز نفقه نتش، یعنی که زنده میتونی بکشیش. و انوزم میگفت که محبت که بین ناکه و منکو است در هیچ چیز دیگه نیست. یعنی ما بسیاری از یار از خواب بیدار میکنم، شاید تا خود از یام نفهمن که چی میگن، اما تو دیوانوار گپ میزنن. و چون این برنامه های ما در مورد حقوق زن بود که واقعا یک مسئله بسیار مهم در تمام جوامع اسلامی ماست، بناهن اینمی برنامه در رابطه مخفی بدخشی و خانم محجوبه هروی لازم بود که ما زودتر انجام بدم، چون در یک سلسله میرن. از شما مردمای خوشقلب و مهربان خواهش میکنم که یگان دفعه برنامه ما شاید مقدمه چینیش بسیار جالب نباشه، اما تشکر از این که شما میشینین و هنوز هم گوش میکنین. ما میرم به آغاز از این کاغذ ها یا نوشته زیبایی که آقای شعیب مجددی به ما رایی کردن و ما برشان در ایمیل خود گفتم. ما وقتی که ایمیل به ما آمد بعد از اینکه خوانده میشه برای آقای شعیب مجددی گفتم که ما امروز یک روز بسیار خوب بگیریه داشتم، اما نمیفهم سرت قار باشم یا خوش باشم که ایمیل به ما رایی کردی. روز مرا یک روز تلخ جور کردی. یگان دفعه تلخی یک مزه دیگه داره. ما در یک کتاب خود که در پیشروی خود در کتابان هم میبینم، در حماسه ایمان فکر میکنم بود، قصه قاضی ضیا و کشته شدنش میکردم
که پدرش امو روز از زندان اعلام کردن و بچهش امو روز برای اعدام می بردن. داخل قصه ازی باز ما یک شعرک کوتاه نوشته کرده بودم. عنوانش بود سرود تلخ. امی تلخی یک مزه خاص خود داره. تلخی یک برش میکنه، قات استخوانت گریه میکنی، اما هنوزم فکر میکنی که لذت میبری. با مرچ تون میمانه که اشک از چشمایت رفته میره، هنوز یک چک دیگه میزنی. و این قصه قاضیزیا و سرود تلخ از اوره ما یک روز در یک برنامه دیگه برای شما میگم. اما امروز به این که مخفی بدخشی و محجوب هروی را بخوانیم. مخفی بدخشی و محجوب هروی، شاعران آزاد در قفس. از آقای شعیب مجددی معذرت میخوایم که اگر من این عنوان نوشته میکنم نمیگفتم شاعران آزاد در قفس، میگفتم شاعران در قفس، چون یا در قفس بودن. باشین ما به شما این عکس میخوایم نشان بدم. این یک کتابک خورده بود که ما در سال 2002 فکر میکنم نوشته کردم به نام افغانستان جهاد صلح. در یک طرف از این مسجد مزار شریف، در طرف دیگهش اینی عکس دیگه است. در این شما میبینین یک زنک. این عکس بسیار برای ما سمبولیک است. این را کدام کسی که در افغانستان آمده بود گرفته بود و در یک جای به نشر رسانده بود. ما ای از روز اول که دیدیم تا حال عاشق ازی هستم. ای زن در سر خود یک قفس مانده که در یک ساحره است. یعنی زنی که خودش در یک قفس است، پرنده را در یک قفس دیگر در سر خود گرفته. برای ما اردویش یک ساحره در قفس است. اما ای زن بیچاره تر است، چون ای قفس خانه های کلانتر داره. ای پرنده آزادتر است نسبت به ای زن بیچاره. یعنی قفس در قفس. از این خاطر ما ای را در جلد کتاب خود گرفتم و ما متوجه بودم که اینمی حرکت را که آقای کرزی میکنه و حکومت ساختگی از اینا، ای بر علیه حقوق زن در افغانستان تمام میشه که است. امروز زن در جامعه ما بیچاره است، فردای بیچاره تر داره به خاطر پالیسی های غلط حکومت آقای کرزی. ما در اینجا نوشته کردیم که ای که زندانبان ما را کشته ای، ای که زندانبان ما را کشته ای، ما و این مرغان شاید رفته ایم یاد شما. ما شاعر نیستم. یک آن دفعه یک چیزه که خود نوشته میکنم که حالا آقایی که در تورنتو یک شعر گفته بود که من گفتم یه از امون شاعرهاییست که اگر در پیش عوض بابر می بود حتمی منداختنش در عوض و یک کس دیگه برش میگفت که بایی توم شعر بولتا که حالا ما متمالون نشم. اما ایره ما چون به حقوق زن بسیار ارزش قائل هستم و با بیچارگی زن بسیار دل متاثر میشه، ایره به این خاطر دی پوش جای داده بودم. ای که زندانبان ما را کشته ای، ما و این مرغان شاید رفته ایم یاد شما. یعنی که درست از شما طالبا را از بین بردین، اما ما زندانی ها در زندان یاد شما مگر رفتیم؟ آیا کدام حرکت نمیتونین که دروازه زندان آواز کنین که ما برایم؟ در غیر از او همو زندانبان و زندان بهتر از شما بود که داخل یک کسی یک لقمه نان با ما منداد. اما حال زندانبان کشتین، اما زندان فراموش کردین که زندانی هایش. سر از این مزیاد گپ نمیزنم چون وقت سر
محجوبه هروی و مخفی بدخشی کم میمانه. اول ما شروع میکنم با می ترتیبی که آقای مجددی نوشته کردن. اگر من نشته میکردم یک کم پس و پیش نشتهش میکردم، یک هایلایت میکردمش به او ترتیب، اما عالمی مغزم از سهلنگاری میکنه، نمیخواه که خودش نوشته کنهش از سر دوباره سرش گپ بزنه. ما با می ترتیب که آقای مجددی نوشتن ایره پیش میبرم، شما همراهی کنین. قلم به دست گرفتم مقدمه بنویسم. ایره آقای شعیب مجددی میگه مقدمه‌ای که در آن حالات ناگوار، کیفیات ناهنجار، درد تبعید شدن، غم جدایی، افسانه تنهایی، اندیشه نهانی و رازهای احساسی، عاطفی و عاشقانه دو شاعر آزاد اما در زندان تعصب و کونه‌گرایی مخفی بدخشی و محجوبه دو شاعر آزاد اما در زندان تعصب و کونه‌گرایی مخفی بدخشی و محجوبه هروی بهترین دو شاعر زنان نیمه نخست سده حاصل را روی صفحه کاغذ بیاورم. ما دیگه هیچ کنجکاوی نمیکنم، حتی ما توجه نمیکنم که همی که میگن نیمه نخست سده حاضر، معمولا ما که یک چیز میخوانم پیشوی سوالیه میه، اما این دفعه ما بسیار میخوایم که سخاوتمندانه همراه آقای مجددی باشم، چون دوستشان دارم به خاطر نوشته. از این خاطر ما در اشتباهات توجه نمیکنم، یکان چیز شاید یک کم گپ دیم در غیر از نمیکنم. از این خاطر خنده کردم که یعنی وقتی که میگن نیمه نخست سده حاضر، معمولا در کلمه یک جمع تفریق میکنم که اون وقت بوده یا نبوده، اما در اینجا ما پیش میرم مثل ازی که صحیح است. سده حاضر را روی صفحه کاغذ بیاورم و گوشه های از ابعاد وسیع زندگی این دو شاعر که فرسنگ ها، راهکوهای صعب العبور و دریاهای خروشان آنها را از همچنان دور و جدا ساخته بود که بجز ارتباط با نامه هیچ چشمهایشان در زندگی و دیدار یکدیگر روشن نگردیده بود. یعنی دو خانم، دو شاعر، دو پرنده در قفس که هی میگریستن و هی مینالیدن، از یکی دیگه تنها شنیده بودن، هیچ وقت ندیده بودن، از یکی دیگه تنها خوانده بودن، غیر از او چشمشان به چشم دیگه نفتیده بود. نمیدانم از کجا شروع کنم. لحظه بخش از روند زندگی مخفی بدخشی و محجوبه روی نوک قلمم را به سوی خود میکشید و مطلب پیش قدمی میکرد. در اینجا کمک این نوشته باید تغییر میداشته، اما اون رقم ما میخوانم چیز اشتباه دارد در خود. بر خود و شما فرهنگیان قهر میشدم، یا شاید ایره ما غلط خوانده باشین که اثر چی کنم. نمیدانم از کجا شروع کنم. لحظه بخش از روند زندگی مخفی بدخشی و محجوبه هروی نوک قلمم را به سوی خود میکشید، مطلب پیش قدمی میکرد. اینمی وضعیاتی بوده، فکر کنم بدون از اون مقبول شد. بر خود و شما فرهنگیان قهر میشدم. باز چی شد؟ این باید جزو از این جمله پیشتر می بود. یعنی هر لحظه که بخش از روند زندگی مخفی بدخشی و محجوبه هروی نوک قلمم را به سوی خود می کشید، مطلب پیش قدمی می کرد و بر خود و شما فرهنگیان قهر می شدم که چرا سال تولد مخفی بدخشی که اجدادش از امرای محلی بدخشان بودند و نام و لقبش سیده، شابیگام، سید نسب، سیدت النسب و پاچا جان را درست و صحیح نمیدانیم. نگه هر دفعه که من میخواستم که نوشته کنم در یک مقدمه در مورد از اینا، ما مخفی بدخشی را حتی یا محجوبه هروی را نامشانه، نسبشانه به درستی نمیتونستم پیدا کنم و دیگه از مخفی بدخشی به شکل مشخص یاد کرده. میگن نامش گای سید میگفتن، شابیگم میگفتن، سید نسب میگفتن. یعنی به این معنا که این دو نفر به خصوص مخفی بدخشی حتی نام درستش نبوده در دست.
شاه عبدالله بدخشی مؤلف کتاب قاموس بعض از زبانها و لهجه های افغانستان در پاسخ گردآورنده دیوان مخفی بدخشی که تصویر از مخفی را تقاضا کرده بود، ای آقا حتمی رابطه بهتر با خانم شاعره داشته و ای آقای دیگه که نویسنده یک کتاب دیگه است در مورد خود مخفی بدخشی رجوع میکنه به ای آقای اولی که اگر یک عکس زیر برنامه داشته باشین بتین که تصویر از مخفی تقاضا کرده بود می نویسد و او آقا در مقابل نوشته میکنه که از این که درباره عکس وی نوشته کرده بودی تا حال در مطبوعات ما عکس برداری زنها معمول نیست و عجب نیست برای ما. حتی امروز آقای عزیز مفلی و دیگراش میگه اگر عکس یک زن شما میگیرین و بازور کس دیگه میبیره دوسیست برای فامیلش. یعنی فکر کنین نالی را 100 سال پشت سر ببرین. زینهار اوش کنی که دنبال این کار نگردی که مخفی حاضر نمی شود عکس بگیرد. شما عکس وی را خواستید، من حتی نتوانستم نام اصلی آن را پرسان کنم. فکر کن. تولد وی را در سال 1258 از مخفی بدخشی در خلم تولد شده و مرگش در سال 1342 است. حدود 80 سال زندگی کرده یا 84 سال. و در سال 1342 هجری فوتش است در قرقوز بدخشان. شاه مراد شاهی دوست و منشی شاعر نام مخفی را شاه بیگم و لقب وی را سید نسب میداند یعنی به این معنا که یا آقای مجددی اشتباها نوشته میکند میداند، چرا اگر او میداند معنیش چیست که به دقت نمیفهمیده که چیست میداند، اما تو تصور میکنه به احتمال بسیار زیاد که همی بوده، در غیر از او باید نوشته میکردن که نامش اتو میگه. ولی خود خانم مخفی بدخشی در شعر خود ما و شما را کمک میکنه. شاه بیگم بود نامش، سید نسب او را لقب، دخت محمود شاه عاجز سید عالی نسب. یا شاید همی شعر از مخفی بدخشی نیست، از همی آقای منشیش هستن. خب من نمیفهم چون اینجا نوشته نشده. مخفی در وصف زادگاهش و خوبان بدخشان چنان می سراید. یک نمونه شعرش است. البته برنامه مدرسه از این نیست که ما اشعار از یارا معرفی کنم، کم با ما باشین، برنامه در مورد مسئله دیگه است. عمر است که بودم به دل ارمان بدخشان، یعنی که در بدخشان زندگی نمی کرده، پس آن می بینین که چرا، ولی بالاخره میتونه که به بدخشان بیاید و از این خاطر میگه عمر است که بودم به دل ارمان بدخشان، 100 شکر رسیدم به گلستان بدخشان. از نسترن و سوری و صدبرگ و شقایق فرش است با برکو و بیابان بدخشان. در آب و هوا سالم و پرمیوه که نغز است، به مثل بود نعمت الوان بدخشان. از عیب صفاهان سمرقند چه گویی، عیب خبر از بارک و شغنان بدخشان. در کوکچه کن سیر جوانان شناور، وانگاه گذر کن به خیابان بدخشان. خونابه شد لعل ز غم در جگر کو، از حسرت لعل لب خوبان بدخشان. برکنده دل از قوم و وطن کرده فراموش، هر کس که شده یک مرتبه مهمان بدخشان. در مصر جهان بود خریدار و افزون، ما درستی را نتانستم بخوانم، خدا کنه که امی رقمی که خواندیم درست باشه. افسوس که رفتند عزیزان بدخشان، یا سید شاه ناصر و یا خواجه کرخی، خواهید خداوند نگهبان بدخشان. جوش گل و انگام بهار و چمن و رود، و این مخفی ما بلبل خوشخوان بدخشان. دوری زادگاه و خوبان بدخشان، رنج جدایی و حسرت عشقش،
مخفی بدخشی را در گوشه تنهایی اسیر ساخته بود، یعنی دور از زادگاه خود بوده و این شعر به او خاطر گفته: دوستان با که دهم شرح غم تنهایی، عاقبت کرد خرابم علم تنهایی. یار همدم بود زهر غم، یار همدم بود زهر غم را تریاک، همه غم سهل بود از غم تنهایی. کردی ای چرخ ز یاران موافق دورم، کردی ای چرخ ز یاران موافق دورم، گشتم از جبر تو آخر علم تنهایی. لشکر فکر و غم از هر طرف آورد هجوم، سر نهم بر سر زانو چو دم تنهایی. شب یلداز شبم روز قیامت روزم. این بسیار شعر مقبوله. شب یلداز شبم روز قیامت روزم. شب یلدا شب بسیار دراز است که شب که به سحر هیچ نمیرسه، یعنی این تنهایی شب مرا، هر شب ما شب یلدا ساخته که هر چی ستاره می شمارم سحر نمیشه. و روز تنهایی روز سوختن است، روز قیامت است. شب یلداز شبم روز قیامت روزم، دیدم این لیل و نهار از کرم تنهایی. فلک از جور چو هم صحبت غولانم کرد. این بسیار گپ خوبه. فلک از جور چو هم صحبت غولانم کرد، یا الهه گویم از ستم تنهایی. همین شعر زیبایی است که میگه: کاش بودم چون کتاب افتاده در کنج خموش، کاش بودم چون کتاب افتاده در کنج خموش، تا نگردید روبرو جز مردم دانا مرا. ای بیچاره برعکس از شده، میگه فلک از جور چو ام صحبت غولانم کرد. این یک کتاب است که سرکارش با غولا افتیده و این رنج میبره، هر صفحهش گریه میکنه. آنچه قسمت ز ازل رفت نگردد کم و بیش، مخفیا صبر گزین در حرم تنهایی. باز آقای مجددی نوشته میکنند: مخفی بدخشی راز شعر سرودن را مرهم زخمهای دلش تعبیر میکند. گرچه مسکین و غریبم بوریای خویش را، کی برابر بر فراش تخت شاهان میکنم. مخفی دلریش را نبود سر بیت و غزل، مخفی دلریش را نبود سر بیت و غزل، خاطر خود را با این و آن پریشان میکنم. اینال میآید سر محجوبه هروی. تال مخفی بدخشی بود. محجوبه هروی نام اصلیش صفورا دختر سکندرخان نظام الملک یا نظام الملک از خانواده سرداران ترک در سال 1285 هجری شمسی در بادغیس از توابع سابق هرات دیده و جهان گشود. خانم مخفی فکر میکنم گفتن در 1258 تولد شد. خانم محجوبه در 1285. این حال یک 20 سال تفاوت از یاسته. در 1258 دوشه که بگیریم 60 تا 85 27 سال. 27 سال فکر میکنم تفاوت سن از یا بوده. او در 14 سالگی اولین اشعارش را سرود و در لابلای اشعار محتوای گوناگون را بیان داشت، یعنی موضوعهای مختلف حتمی منظورشانه. محجوبه هروی زندگی زناشویی خوب با همسرش میرزا غلام نداشت و تا زمانی که شوهرش زنده بود امکان شرکت در محافل ادبی برایش میسر نبود. حتمی بعد از او پایش کار نمیداده، اما تا شوهرش زنده بود حتی ایره نمیماند که در یک انجمن از شعر و ادبیات اشتراک کنند. بعدها عضو انجمن ادبی همچنان آموزگار در مکتب نسوان هرات گردید. دیوان محجوبه هروی با 3000 بیت در سال 1347 10 سال پیش از کودتای داود خان که یک معیار داشته باشین که بفهمین چی بود.
هجری شمسی توسط محمد علم غواص در هرات به زیور چاپ آراسته گردید. سرانجام در سال 1345 در اینجا باید سرانجام نمیگفتین آقای مجدی، باید میگفتین و اما او خود در سال 1345 وفات یافته بود. چونه تو که میگین خواننده اگر توجه نکنه فکر میکنه که بعد از چاپ کتابش فوت شده. محجوب هروی از ظلم و ستم چنین فریاد آزاد منشانه میکند. بلبل نه هر زین همه فریاد میکند، بیچاره آشیانه خود یاد میکند. محجوبه در ترانه آزادی بشر نفرین به ظلم و وحشت صیاد میکند. محجوب هروی زیر شلاق قهر و خشم شوهرش از خوانین جلال آباد آزادی آموزش را از دست داد. این می زنای بیچاره امروز ما. و جرأت داشتن عکس در جهانش به زنجیر اسارت زندانی گشت. و جرأت داشتن عکس در جهانش به زنجیر اسارت زندانی گشت. یا شاید ما غلط خواندم، نتانستم صحیح بخوانم، یا کدام چیز پس و پیش شده. پدر محجوبه در صفحه قرآن از دامادش تعهد گرفته بود که دخترش را در هرات نگه دارد. محجوبه هروی در شرح آل که خودش نوشته است چنین درد دل می کند. از انجمن ادبی کابل متشکرم که بسا عقده‌هایی که موقوف به فنون شعری است، نظر ما عقده باید باشه مثل یک عمیل گردن که ازش جور میشه. عقده هایی که موقوف به فنون شعری است از مقالات برادران ادبی حل کردم. از مقالات ادبی برادران حل کردم باید می بود. چرا که من عاجزه، بیچاره خودشان خدا عاجزه میگفت، یعنی زنا قبول کرده بودن که ما عاجزه هستیم. حتی کسی که مبارز بود، کسی که بر آزادی خود مبارزه میکرد، چرا که من عاجزه با واسطه عذر سطر و سختگیری شوهر، با واسطه عذر سطر، یعنی که اونمو گپایی که عزیز مفلی میزد و اینمی انسان دیگه که استاد دانشگاه در کابل عزیز دایی و اینی خانم سیمینومر که بر ازیا بود پیش میکند پیش پایشان، اینا حتی اجازه نمیدادن ای زن بیچاره را که از خانه برای و حتمی سطر از این قسمی بوده که چشمشان باید کس دیدن نتانه. با این خاطر میگه که من نمیتونستم از خاطر که سطر باید میکردم و سختگیری شوهرم که شوهرش حتی اجازه نمیداشت که تمو سطرم از خانه برای کسب کمالات خود را نزد دانشوران وطن تکمیل کرده نمیتوانم. یعنی چرا که من عاجزه با واسطه عذر سطر و سختگیری شوهر کسب کمالات خود را نزد دانشوران وطن تکمیل کردن نمیتوانم. و بهترین معلم و ادیب بعد از فوت پدر بزرگوارم مقالات جراید، سالنامه ها و مجلات وطن بود که با من میرسید. خودم در شهر کونه، جلال آباد یک شهر کونه داشت، ما در شهر کونه جلال آباد زندگی نکردیم مگر میفهمم که کجا بود و چی رقم بود. ما در جلال آباد دیر وقت زندگی خود تیر کردیم، اما من نمیفهم نظر به امی چیزایی که ما از محتوای از این مقاله گرفتم احتمال است که شهر کنه جلال آباد باشه، نه هرات یا نه کابل. میگه کسب خودم در شهر کونه و سرای می باشم که از شهر مذکور کونه تر است نشیمن دارم. یا آقای مجدی باید تصحیح کنین. خودم در شهر کونه و سرای می باشم که از شهر مذکور کونه تر است. این می باشم و باید پس کنیم، به خاطر باز داخل میگین که نشیمن دارم. در شهر کونه و سرای که از شهر مذکور کونه تر است نشیمن دارم. مثل محبوسه که با کلی از عالم به خبر باشه. یعنی در شهر کنه، در خانه کنه تر ما زندانیستم،
زندانی که از دنیا خبر ندارم. همین آقای عزیز مفلی که مو گپ زشت کثیف میزنه که زن در حبس شوهر است، از این خاطر شوهر باید نفقه بدهش و اگر بیگفتی شکر دمو زیرخانه نانم نتش تا که بموره. اینی عزیز مفلی در واقع یک انسان مثل شوهر معجوبه هروی بوده. خدا خانم از این چی حال داره. به سرای می باشم که از شهر مذکور کنه تر است، مثل محبوسی که به کلی از عالم بیخبر است. با آن هم برای بیداری قوم، برای تجدید خصوصا طبقه نسوان میکشم، میگویم، میشنوانم، میسرایم تا خدا بخواهد به منزل مقصود برسم. این یک پرندگک که در امو قفس بود. همی پرندگک که در این قفس است که نه تنها برای آزادی خود از این قفس بلکه زندگیش قلبشه به همین خاطر میتپانه که یک روز اگر قفس ها بشکنه و زنهایی که مثل ازی در اسارت است آزاد شوند. معجوبه هروی دردها را امنوا با فریادها و پیامها چنین میسراید: شهر بر من تنگ است، آهنگ صحرا میکنم، روی صحرا را ز اشک خویش دریا میکنم. در گلستانی که بر یاد رخت خوانم غزل، بلبلان را بر نوای خویش شیدا میکنم. نیستم زاغ و زغن تا مایل سفلا شوم، من همای اوج قدسم میل بالا میکنم. زن بایی همت بلند که خود هما میگه اما در عین زمان خود عاجزه میگه، خود ناتوان میگه و تن در میته به شلاق شوهرش. من همای اوج قدسم میل بالا میکنم، سر چون قد فرازت در میان بوستان، من خیال قامت آن سر به بالا میکنم. من که مخمور نگاه نرگس مست توام، کافرم گر التفات جام مینا میکنم. و اما مخفی بدخشی، دوباره از معجوبه آقای مجددی میره به مخفی بدخشی: و اما مخفی بدخشی زیر بار تعصب و تاریک دلی شهر خود، بدخشان را در تاریکی شب از سوراخ‌های برق نگاه میکند. ایره بعداً میبینیم که این خانم در روز نمیتونسته از خانه خود برای مثلا خانه کاکای خود میرفت، باید در شام بپرامد و او را در زیر چادری. همچنان کلم منار ساختنها، بسیار چا انداختنها و ظلم و ستمهای امیر عبدالرحمن خان، مخفی بدخشی 8 ساله و برادرانش را بعد از مرگ پدر محمد شاه از بدخشان به قندهار کابل تبعید و آواره ساخت. از همین خاطر بود که مخفی بدخشی زندگی خود تا سالهای آخر نمیتونست دیگه بدخشان بره، چرا که یک پادشاه ظالم و قهار که پدر از زیر کشته بود اما خواهر برادر خردساله با مادرشان تبعید میکنه، نخست در قندهار و بعدا در کابل و این دیگه اجازه نداره. در زمانی که 8 ساله بوده تبعید شده و تا آخر زندگیش، تا سالهای آخر زندگیش نمیتونسته دوباره بدخشان بره. از همون خاطر است وقتی که میره باز یک شعر زیبا برای بدخشان میگه: و حسرتا که دست عاشقانه مخفی را به انگشت نکاح پسر عموی عاشقش سید مشرف یا سید مشرف که با آرمان و هرمان جان داد نسپردند. یعنی این حتی نمیتونست که با پسر کاکای خود که دوستش میداشته یا دوستش داشته عروسی بکنه. و مخفی بدخشی تمام عمر را با غم و درد مجرد زیست و با هزار آرزو و آرمان از این جهان رخت بربست. باز یک رباییش است: فریاد که از جهان پر آرمان رفتم، یک گل نگرفته زین گلستان رفتم، نگشاده لبه و خنده از جور فلک، با داغ دل و دیده گریان رفتم. مخفی با جهان از درد، غم و رنج تنهایی، زندگی تجارب را چنین در آغوش این بیت میریزد. زندگی و تجارب را در آغوش این بیت میریزد: بدی به کس مرسان مخفیا و شاکر باش، به قدر هر عمل عاقبت جزای است. میگه به کس بدی نکن و شکر کن که خداوندت یک سیستم را در دنیا به وجود آورده که اگر هر عمل کنی یک روز نه یک روز
جزای از او را میبینی، پاداش را میبینی. اگر خوب کردی خوب، اگر بد کردی بد. بدی به کس مرسان مخفیا و شاکر باش، به قدر هر عمل عاقبت جزای است. زمان هم در نگارش این مقدمه خوش بودم که دست ناخوش این مرد سالاری، عنعنات کورکورانه و تعصبات جاهلانه و هیچ کوه و دریای نتوانست مخفی بدخشی را از معجوبه هروی روحاً و احساساً جدا سازد. ایجا زمان باید گفتنم اشتاقای مجدی، اما با همه ازی خوش بودم که اینها بالاخره هیچ چیز جلوشان نتانسته بود بگیره و تانسته بودن احساسات خود اید شاعر خوب، دو همدرد خوب، دو بلبل در قفس با یکی دیگر شریک بسازند. آنها هرچند فرسنگ ها از هم فاصله داشتند و در آن زمان دست رسانه های صوتی، تصویری و الکترونیکی میسر نبود که پیام های ایشان را با یک چشم زدن به هم برساند. قاصد از کوره راه ها با پاهای پیاده و یا سوار، مرکب و اسب پیک اشعار را بین این دو دوست هم صدا هم راز و مبارز رد و بدل می نمود. هرچند خدا می داند از سیل نامه ها چقدر در کشتی شکسته نامرسان به ساحل رسیده باشد. این یک جمله خوب بود آقای مجدی. میگه اما معلوم نیست که در جمله این نامه هایی که رسیده اما چقدر از بین رفته. او کسایی که با این همه مصایب نامه ها را می آورد مثل یک کشتی شکسته می ماند در یک دریا که او نامه ها را که در تر شدن از بین می رفت با خود می آوردن. و چه بسا نامه های زیباتره که از بین رفته باشد. مش نمونه خروار در دست است. آنها غزل های یک دیگر را چنین استقبال می کردند. یک دو غزلشانه: ننوشت با من نگار کاغذ. مخفی بدخشی در رابطه با خواهر زیبایش که هیچ وقت ندیده بود برای نوشته میکنه که ننوشت با من نگار کاغذ، بنوشتمش هزار کاغذ. ای هدهد خوشخبر توانی از من ببری به یار کاغذ. وانگاه بگویش ای ستمگر قطع از در آن دیار کاغذ، یعنی که مگر کاغذ نیست در اوجه که تو با من نامه نوشته میکنی. چون یار نمیدهد جواب مخفی شده شرمسار کاغذ یا شرمسار کاغذ. ما چون که خانم مخفی منظورش کدام چی بوده. باز محجوبه در جوابش برش نوشته میکنه آمد برای من زیار کاغذ، زان دلبر گل ازار کاغذ. بنوشته بدان با من نگارین، زان رو شده زرنگار کاغذ. خواهم که جواب خط نویسم، از من که برد به یار کاغذ. یعنی که من روز خوش دارم که نامه برات نشته کنم خواهر مخفی، اما کی نامه ها اما را برات تو میاره؟ یعنی که دسترسی به یک پیک، به یک خبررسان، به پستمن یک چیز آسان نبوده. محجوبه چونیست وصل دیدار، سودت ندهد هزار کاغذ. یعنی چی کنم؟ تا اگر کاغذم برات رایی کنم، اما ما امید به دیدن تو ندارم. ای کاش که می داشتم. نواحی نزدیکی راه و روش، شمسنگری و رزم مبارزاتی و تپش های عاشقانه بر علاوه نامه های مخفی بدخشی و محجوبه هروی در لابلای اشعارشان نیز هویدا است. مخفی بدخشی چنین می سراید: ای چشم نیم مست تو را با شراب بس، دارد مه جمال تو با آفتاب بس. در این قسمت ما دو نامه را که یکی از مخفی بدخشی به محجوبه میره و دیگه از محجوبه دوباره میای و خانم مخفی. این دلیل است که من این برنامه را دارم. خانم محجوبه هروی به خواهر بزرگترش که 20 چند سال از او بزرگتر است و در یک قفس دیگه، در یک بستان خشکیده دیگه
محبوس است نوشته میکنه که همشیره قدردانم مخفی بدخشی، شما شرح آل مفصل مرا خواسته اید، خواستم گوشه از زندگی خود را به طور مشروع بنویسم. مکتوبات زیاد به من از کابل، بلخ و فاریاب میرسد. یکی از شاعران کابلی که شما او را میشناسید، حبیب نوابی، او عکس مرا خواسته است. من از این حسن نظر او که بر این شاعر گوشه نشین دارد خوش شدم، اما او ایجابات فامیلی و مشکلات زندگی مرا خبر ندارد که تا حال گوشه چادر مرا کسی در بیرون ندیده است. میگه ای از ما عکس میخواسته اما خبر نداره از زندگی ما که حتی گوشه چادر مرا هم کسی ندیده. عکس من آیا ممکن است؟ چندین بار فضلای هرات نزد من آمدند. حتی از پس پرده و در پرده با آنها هم سخن شدن نتوانستم. دو گپ از دیگه، از پس پرده و در پرده با آنها هم سخن شدن نتوانستم. آیا عکاس نزد من آمدن میتواند؟ یا من نزد عکاس رفتم میتوانم؟ مگر عوض زبان گیسو و سرم بریده شود. میگه آل تنها زبان مرا بسته کردن، یعنی قطع کردن، نمیمانم گپ بزنم. اما اگر عکاس نزد ما بیاید یا ما فکر کنم که عکس گرفتم میتونم، شوهر ما مویهای مرا کل خواد کرد و یا شاید هم که گردنم قطع بکنه. همشیره شاعرم، آیا در بدخشان هم همین طور وضع نامساعد است؟ همین طور با زن معامله می شود؟ چقدر ناراحتم که چرا شاعر شدم و باز چرا همسر یک مرد خودخواه و خودبین و متعصب شدم. یک روز به من گفت توتی و بلبل و مینا توتی و بلبل و مینا در قفس خوب ناله ها را موزون می سازند. شوهرش برش میگه میفهمی که چرا ما تو رو در قفس بسته کردیم؟ به خاطر که اگه بلبل در قفس پرتی سر ناله میاد. اگر تو بدون از این می بودی شعر گفتن نمیتونستی صحیح. اگر تو هوایی و صحرایی و شهری می شدی شعر خوب گفتن نمیتوانستی. باز هم خوشم. اگر زبان ندارم همین قلم مایه تسلی دل ناتوان من است. نامه‌ام را با تأثر به پایان میبرم. محجوبه ناتوان. بچم که هیروی کی گفته؟ خودش میگفته شاید. اما خود ازی در نامه خود به مخفی خود محجوبه ناتوان میگه. آل مخفی بدخشی به نامرسان میگه و یک خط برش رایی میکنه. بر دولت سیروزه مشو غره چو بلبل، دوران گل و عیش جهان پا و رکاب است. یعنی خواهر عزیزم تو غمگین نباش. اصلا شعر دیگه به حساب لفظ دیگه مانا داره، به حساب معنی همی مانایش است که رای نزن. این روز تیر شدنی است، این روز سخت تیر شدنی است، دوران گل و عیش جهان پا و رکاب است. این کسایی که خود صاحب می شمارن دوران عیش از یام تیر میشه. یا آقایی که تو را در قفس انداخته. قاصد تو به برنامه مخفی سوی دلدار که معجوب خانم است، آن هم که جواب نفرستاد جواب است. میگه برش بگو که خیره که جواب نفرستادی. اگه جوابم نفرستادی ما میفهمم که جواب تو چی است. دردش اسم میکنم.
خواهر ادیبه و آزاده مشربم. آل خانم مخفی جواب نامه محجوبه ناتوانم میدهم. خواهر ادیبه و آزاده مشربم محجوبه هراتی، تا حال چند نامه تان را گرفتم، اشعار موزون و سوزانتان را مکرر خواندم. از این که تا حال در قید اسارت به سر میبرید خبر نداشتم. از این گپ تو معلوم بشه که گویا مخفی بدخشی خودش در زندان نبوده، خودش در قفس نبوده. و به خانم محجوبه میگه که از این که تا حال در قید اسارت به سر میبری خبر نداشتم، یعنی که ما حال آزاد شدیم. اما این خانم 25 سال از او بزرگتره. شاید زمان خلاص شده که دیگه از قفس برآمده نمیتونه، پای حرکت و بال پرواز برش نمانده. و او که برآمدم کجا برآمده؟ شاید از قفس تا دان قفس برآمده. خوب شد که از حال و احوالت پوره خبر شدم. کاش که پوره خبر شده می بود. فکر کرده که پوره خبر شده. اگرچه در فیض آباد مرکز بدخشان عین شرایط است. زنها که به دعوت می روند روز حرکت نمی کنند. من خودم بارها که در منازل اقاربم به غرض فاتح خوانی یا عروسی و غیره می روم با 2 محافظ محرم خود شبانه منزل می زنم. فکر کنین این خانم او را می گفت که فکر نمی کردم که تا حال در اسارت هستی، اما این وضع خود حال تشریح می کنم. میگم ما مثل زنای دیگه بدخشان اگه ما یک جای بریم که خانه یک اقارب ماست یا در یک عروسی یا فاتح، ما روز از خانه برآمدن نمیتونیم، باید شو برایم تا حتی در چادری ما را کس نبینه و او را در زیر چادری میبره و میگه که در برقه میروم با 2 محافظ محرم خود شبانه منزل میزنم و شبانه عودت میکنم، لکن به اندازه شما مقید نمی باشم، یعنی حداقل شو میتونم برایم. باز سعی کنین آزادی خود چطور تشریح میکنه. از زیر برقه شهر و بازار را دیدم، آن هم در شب. این پرنده آزادتر است. میگه ما از زیر چادری حداقل دیدیم شهر فیض آباده، او را مگر در شب. یعنی خانم دیگه از خانه دیگه برآمده نمیتونسته. از نهضت نسوان یاد کردی، من هم این بشارت و اشارت را شنیدم و به من هم رقعه خبری رسیده است، اما معذرت خواستم زیرا پای دردی دارم. از این که زنان از پرتو الطاف یک مرد ترقیخواه آزاد می شود نهایت خوشوقتم. این مرد من نمیفهم که راجع به امان الله خان گپ می زده، راجع به آقای ظاهر شاه گپ می زده، من نمیفهم که در کدام وقت بوده. احتمال زیاد امان الله خان است. اگر ما و شما به زندان مردان و عصر و زمانه گذرانیدیم، جوانی را به پیری رسانیدیم، گذشت. اکنون بعد از 40 سال انتظار خواهران و دختران ما از تعصب خواهران و دختران ما از نعمت آزادی برخوردار می شوند. حوصله گفتارم نیست، یعنی بیچاره پیر شده که دیگه نوشته نمیتونه. باز برش میگه که برای خواهر خود محجوبه میگه که حوصله گفتارم نیست، امید و انتظار دارم که بعد از رفتن و آمدن به کابل خاطرات خود را به من بنویسی و بفرستی. من برنامه خود با مادر خود تقدیم میکنم، با مادر خود که یک زن مبارز بود، مادری که چندین دهه بعد از اید خانم زندگی کرده در عصری که زن به مراتب زیادتر آزادی داشت. اما مادر ما همچنان نظر به زمان خود یک شرایط همگون پیش پایش بوده، ولی تنها تفاوتی است که مادر ما یک پرنده بود که اما در او قفس نشیشت. کت یک نولک چوچه خود زده میرفت قفسه، زده میرفت قفسه که سیمهای آهنی داشت و بالاخره توته های آهن از او را میشکنانه. اما نه تنها که میشکنانه که برای و بپره خون آلود، بلکه کسی که در قفس انداخته بودش که تو اونمو توتگک های آهن
میخکاریش میکنه. ما با مادر خود بسیار افتخار میکنم. خوشحال هستم که مادر ما اما در او قفس آرام نشیشت. از پشت او قفس ناله نکرد، بلکه استاد شد که نول خود او قفس شکستان. و این برنامه را قصه عید خانم ما به مادر زیبای خود در زمان توفه میتم که مادر مریض است در بستر، و دعا میکنم که خداوند بزرگ در سایه مرحمت خود داشته باشه. تا برنامه دیگه شما را به خداوند بزرگ